بسم الله الرحمن الرحیم. علی ای مظهری عدل وفا و مردی و دین، به نام تو شده روشن دل اهل یقین. غدیر آمد که گوید بر جهانیان همه، علی بعد از پیامبر رهبر راه مبین است. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. فرارسیدن عید سعید قدیر خم را برای تمام مسلمانان، مؤمنین و شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که به عزت چنین روزی بزرگی همه شما در عرصه زندگی موفق و کامیاب باشید و دیگر لباس عافیت به تن داشته باشید و سعادتمند دنیا و آخرت شوید. دیگه همه ما در این روز بزرگ واقعا قدیر برای مسلمانان بسیار ارزش داره و روز بزرگ است. به عزت این روز بزرگ از خدا بخواهیم که فرج مولایمان مهدی صاحب زمان را هر چه زودتر معجل بسازد.